با سلام و عرض ادب خدمت دوستای گلم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و اینکه هیچ مشکلی توی زندگیتون نداشته باشید. من امروز در خدمتتون هستم با گرفتن فال تکنیت. نیت بکنید که من فالتون رو براتون بگم با انرژی تمام. من با انرژی براتون میفرستم، شما هم با انرژی کامل نیت کنید که فال واقعی زندگی شما رو کاملا بازگو بکنم. با 3 صلوات میریم سراغ فالمون. من به جای شما فالو می نوشم و برعکسش میکنم. دوستای گلم، من فالو بر می دارم و من فالو برعکسش میکنم. نمت فال شما دوستای خوبم. اینجا میذاریم که رومیزی کثیف نشه. فالتون رو نگاه کنید. هر آرزویی که دارید کاملا برآورده میشه. هر نیتی که کردید برای نیت اول، من فالو براتون میخونم. هر نیتی که کردی انشالله برآورده میشه. گشایشی توی کارتون پیدا میشه. ایام خوشی رو دارم براتون میبینم. راهتون بازه و کیس احساسیتون داره بهتون فکر میکنه. حالت یک قلب کامل افتاده. قلب رو نگاه کنید، یک قلب خوشگل افتاده اینجا، یک قلبم پایینش افتاده. بدونید که کیس احساسیتون منتظرتونه و یک ماهی اینجا افتاده. ماهی مراده که انشالله مرادتون به مراد دلتون میرسید. یه موقعیت مالی خوبی پیدا میکنید. توی طالعتون میبینم که یک دیدار عاشقانه براتون میبینم. طالعتون روشنه. به هم رسیدن براتون میبینم. یک صحبت جدی بینتون رد و بدل میشه که این صحبت شما جدی بگیرید که مربوط به آینده‌تونه. یه رقیب دارم براتون میبینم. یه رقیبیه که میخواد کار خودشو بکنه. نگاه کنید، داخل این دارم میبینم یک رقیبیه که میخواد کار خودشو بکنه اما کاری از پیش نمیبره. شما بتونید یک باطل سحر انجام بدید که بتونه سحر یا جادویی که برای شما انجام میده کارساز نباشه و یک طلسم حصار انجام بدید که هیچ دعایی روی شما اثری نداشته باشه. برای ازدواجتون دارم میبینم که چند نفر مخالفت براتون افتاده اما میتونید با فکر و بحث و گفتگو و مشورت با بزرگان میتونید کسایی که تو این مسئله میخوان مخالفت بکنن آروم بنشینن تا 2 عاشق به هم برسن. کلمه الله افتاده تو فالتون. نگاه کنید، یک کلمه الله افتاده. این کلمه الله اینه که شما یه نذری رو کردید. این نذر رو باید ادا بکنید که به حاجت دلتون برسید و اینکه یه قدم نورسیده توی فامیل به گوشتون میرسه
که خیلی خوشحال میشید برای این قدم نو رسیده‌ای که قراره به جمع خانواده یک نفر بیاد. شما خیلی خوشحال میشید، خوشحالی براتون میبینم. و اینکه اگه گم شده ای هم دارید اونو پیدا میکنید، اگه چیزی رو گم کردید یا اگر کسی از شما دور شده دوباره برمیگرده به سمت شما. به خدا توکل کن، به کار زندگیت ادامه بده تا به اون چه که میخوای تو طالعت افتاده بهش دست پیدا کنی و انشالله حاجت روا بشی. باید مراقب بدخواهت باشی. بدخواه زیاد دورته، حسود زیاد دورته که بهت حسادت میکنن. طالعت نیکه، نیتتم تا 4 وعده دیگه برآورده میشه. راز دلتو به هیچ کس نگو، به زودی خبری بهت میرسه که تو رو شاد میکنه. اگه قصد پیوند یا خیشی داری توی فامیل، شما پادرمیانی کنید و اونا رو به هم برسونید. امسال سال خوبیه برای تو، به خدا توکل کن تا اینکه همیشه به مراد دلت برسی. همیشه شکرگزار باش و شکر خدا رو به جا بیار. یه کسی از تو رنجیده، دلش رو به دست بیار که اگه دلش رو به دست بیاری خدا همیشه پشت و پناهته و خدا کینه رو دوست نداره. کینه تو دلت راه نده. بذار کینه، از شر کینه خلاص بشی. به خدا پناه ببر تا در امان باشی. و اینکه برات دوباره افتاده زندگی آرامی رو برات میبینم، یه زندگی خوش با آرامش زیاد برات افتاده. از فکر بد و پول حرام دوری کن، خدا روزی تو بهت میده. تو مسائل کاریت یه خورده خسته‌ای، فکر میکنی فقط تو روزی نداری، اما خدا روزی تو رو به زودی بهت میده و در رحمت رو برات باز میکنه. توی همه امورات به خدا توکل کن. یه خبر خوشحال کننده تا 3 وعده دیگه بهت میرسه که خیلی وقت منتظر این خبر هستی. یه نفرم در پی بدگویی و صدمه زدن به توه. یه آدمی قد بلندی داره، خانوم باریکندامه، یعنی خوشندامه، با موی بلند داره و چشمای رنگی که میخواد بهت صدمه‌ای بزنه، بهت حسادت میکنه و میخواد رقیب عشقیت بشه اما نمیتونه. عاقبت کارت خوبه و به خدا توکل کن. چند روزی هم صبر کن. این روزا داری نادانی میکنی، به اندرز و نصیحت های دیگران توجه نمی کنی، اما هر از نصیحت بزرگان گوش بدی هیچ وقت به در بسته نمیرسی. همیشه کلید مشکلات دست بزرگان، کساییه که تجربه های زیادی دارن. دوست خوبم، باید خودتو جمع جور بکنی که به اون چه که میخوای برسی. و اینکه برات افتاده که از مردی کوتاه قد فایده‌ای بهت میرسه و زنیه که توی خانواده خودته که شب و روز دعات میکنه، به واسطه دعای اونه خدا حفظت میکنه. از برکت دعای اونه که عمر تو دراز و به مراد دلت انشاءالله میرسی. یه قومیه که بهت گفتم حسود تو هن، اما خداوند از فضل خودش تو رو از شر اونا نجات میده که به طاعت و عبادت مشغول باش
و تعالی در روزی رو به تو باز میکنه. یک مار برات افتاده. این مار خوشخط و خال کسیه که میخواد به زندگی تو نزدیک بشه و نیش خودش رو بهت بزنه، اما خدای متعال نمیذاره این حسود، این مار، این کسی که مار صفته به زندگی تو نزدیک بشه، چون آدم شکرگزاری هستی و عبادت خدا رو به جا میاری و نمیذاره که به تو صدمه‌ای بزنه. چشم زخمی بهت رسیده، به خیر گذشت، از شر دشمن خلاص میشی، به مقصود دلت میرسی. همیشه خاطر خودتو آسوده نگه دار که به آنچه دل تو میخواد بهش برسی. همیشه روز جمعه برات مبارکه. روز جمعه میخوای کاری انجام بدی، به دیدار کسی بری، یا اگه میخوای کاری خیلی رو انجام بدی، همیشه روز جمعه انجام بده که برات میمون و مبارکه. از یه غایبم خبر خوشی به تو میرسه. حالا ببینیم توی فنجانمان چی افتاده. تو فنجونم نگاه بکنیم. به به، توی جشن و شادی شرکت میکنی. یک جشن و شادی برات افتاده و اینکه یه کاری بهت پیشنهاد میشه که از اون بهره میبری. یک کاریه که بهت پیشنهاد میشه که از اون بهره مند میشی و زندگیت سر سامون پیدا میکنه. یه دعایی تو زندگیت، اون دعا رو اگه باطلش بکنی از سنگینی رها میشی. یه سنگینی افتاده تو زندگیت که فقط مشکلشون دعاییه که برات انجام دادن. اون دعا رو اگر باطلش بکنی انشالله مشکلت حل میشه. داری شتاب میکنی تو کارت. شتاب کار شیطونه، عاقبت پشیمون میشی. همیشه غم و قصه میخوری، اما غم و قصه به دلت راه نده. نگرانی داری، این نگرانی به زودی برطرف میشه. یک نفر که ازت دوره به زودی بهش میرسی. اینم براتون افتاده که اینم براتون بگم. از یه بیماری گرفتاری داره میگه، ناراحتیه که به زودی خلاص میشی. نگران کسی هستی که بیماره اما به زودی شفا پیدا میکنه. نگرانش نباش که براش شفا افتاده و عاقبتش خیره. یک مسافرت کوتاه مدت برات افتاده. این مسافرت رو اگه نری به نفعته. مسافرت رو نری خیلی به نفعته، چون مسافرت احتمال داره که حالا به یک گرفتاری یا به یک غم و غصه‌ای دچار بشی. این سفر رو نرو. خب عزیز دلم، داره میگه که امروز که میخوای خریدی انجام بدی، میخوای به بازار بری خریدی انجام بدی، خیلی بهت خوش میگذره. و اینکه یک بحث با یک خانوم برات افتاده، یک بحث میکنی اما این بحث رو ادامه ندی به نفعته. گنج عشق تو دلته. داری به دنبال کی میری؟ کیس احساسیت خیلی دوستت داره اما بهش شک داری. این شک رو کنار بذار. و اینکه اون بحثی که میخوای بینتون رد و بدل بشه
جدی بگیرش. به یه جشن و پایکوبی برات افتاده، یعنی که انشالله این جشن و پایکوبی به خودت مربوط میشه. و اینکه مواظب بدخواهات باش، اون دعای چشم زخمی که گفتم باطلش کن. و اینکه اون حسودایی که دور و برتن دارن میخوان برات طلسم یا جادویی بکنن، دعای حصار با خودت داشته باش. یک باطل سحر برای خودت داشته باش که نتونن کاری از پیش ببرن. امیدوارم از این فال من خوشتون اومده باشه. تا روز بعد و یک فال دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که هیچ مشکلی توی زندگیتون نداشته باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و اگه نیتی دارید که من به عدد 111 رو برای من کامنت کنید و من به نیت شما یک انگشت میزنم. هر کی عدد 111 رو برای من فرستاده و اینکه من براشون زدم، اینکه براشون خیر افتاده، بله افتاده و یه خورده طول میکشه، اما این طول کشیدن به نفعشه و به مراد دلش میرسه. من یک بار دیگه برای یه نفر دیگه که عدد 111 برای من کامنت کرده، یک بار دیگه اینم براشون افتاده که نه، به هیچ وجه دنبال این کار نرو که به نفعت نیست. من تا 3 بار میزنم. کسایی که برای من 111 نیت کنید که من بزنم. دیدار ملاقات براتون افتاده، بوسته. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و التماس دعا دارم خدا یار و نگهدارتون باشه.